سلام دوستان، امیدوارم روزتون بخیر باشه. در اکانت پا کتابچن هستیم. من با $10 اکانت رو استارت میزنم. $10 اینجا وارد معامله فروش میشم، به جهت اینکه فشار فروش از بالا بسیار هستش و این کندل به سمت پایین حرکت خواهد کرد. خب دوستانی که در دوره آموزشی ما شرکت کردن، ما این نکات رو بهشون میگیم، پشتیبانی خواهیم کرد به اینکه به سود برسن. فقط نیازمند صبر هستش. مهمترین چیزی که در این بازار باید رعایت کرد صبر و صبره. دوستانی که 2 روز آموزش میبینن، سریع میرن سراغ لایو، دارن با پول خودشون یک گمار واقعی میکنن. دوستان قطعا این رو مطمئن باشید که شکست خواهید خورد اگر که صبر نداشته باشید. اگر که روزی هم که سود کنید، قطعا این سود مقطعی هستش. خب این کندل قطعا قرمز خواهد شد. من ترید بعدی رو کمپاند میکنم، با $18 خواهم زد. خب من دوباره وارد معامله فروش میشم، به جهت اینکه فشار فروشنده ها زیاده. خب ببینیم نتیجه این معامله چه خواهد شد. این هم معامله دوم که با سود بسته شد. خب من ترید بعدی رو قصد دارم با $10 بزنم. معامله اول و دوم من سود شد. معامله سوم رو در یک جفت ارز دیگه براتون باز خواهم کرد. خب فشار زیاد در حقیقت خریدارها رو داریم. من بعد از این کندل وارد معامله خرید خواهم شد. بله خب ما با $10 وارد معامله خرید شدیم در اینجا. حالا من به دلیل مشغله که واقعا این روزا برام پیش اومده نمیتونم کلیپ زیاد قرار بدم و خب این کلیپی بود که بعد از حالا چند مدت خواستم قرار بدم برای دوستان. ببینیم نتیجه این معامله چه خواهد شد. این کندل حالا قطعا سبز خواهد شد، ولی منتها میتونه رست در حقیقت خریدارها باشه. ولی کندل استراحت در حقیقت. دوستان ابتدا صبر داشته باشید، بعد پول به دست خواهید آورد. ابتدا یادگیری مهمه. دوستان با پول خودتون دارم تکرار میکنم، گمار نکنید در این بازار. خب روند ماینر و میجر هر دو در حقیقت به سمت صعود هستش و کندل ها پرقدرت به سمت بالا حرکت خواهند کرد. خب در خدمت دوستانی هم هستیم که میخوان در دوره شرکت کنن. ما در خدمتشون هستیم، هر سوالی باشه پاسخگو خواهم بود. خب علت اینکه قدری شلوغ هستن، ولی خب
قطعا سعی میکنم پاسخگو باشم در اسرع وقت. امیدوارم که موفق باشید و لذت برده باشید. خدا نگهدار شما.